دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما بسیار تشکری میکنم که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد یک آهنگ زیباست که در راگ مالکونس آماده شده. دوستای عزیز، من همونطوری که برای شما در ویدیو گذشته همچنان گفته بودم که ما در این راگ، یعنی در راگ مالکونس بسیار کم شنیدیم آهنگ افغانی. لطفا مرا کمک کنین و شما اگر میفهمین کدام آهنگی که در راگ مالکونس است او را برای ما پست کنین که ما آموزش از او را به موسیقی خودم تشریح بدم. و ما از یکی از دوست ما که امی آهنگ برای ما پیشنهاد کردن و گفتن که این آهنگ در راگ مالکونس است که ما واقعا آهنگ هنوز نشنیده بودم و ما بسیار ازشان تشکری میکنم. دوستای عزیز، همه جا دکان رنگ است، همه رنگ میفروشند که شعرش از آقای رازق فانی است و من نمیفهم که کمپوزیشنش از کی است. ما این آهنگ یعنی می شعر دیدیم که بسیاری از هنرمندای بسیار نامدار کشور ما که کمپوزیشن جور کردن و یا خودشون یا کسی دیگه ولی خواندن. من شنیدم که بسیار کسا خواندن، مثل ظاهر هویدایی می شعر استفاده کردن، خواندن، شادکام خواندن، محبوب محبوب خواندن و دیگه سید عمر مثلا خواندن که از بین از اینا در دیگه اسکیلا یا دیگه راگ ها جور کرده بودن، در دیگه راگ ها خوانده بودن. ولی اکبر نیکزاد در راگ مالکونس ایره خوانده بود که من امیره به خدمت شما آموزش تهیه میکنم آله. و لطفا دوستای عزیز کاستی های ویدیو را به بزرگواری خودتان ببخشین. شما میفهمین که من یک شاگرد هستم، یک استاد موسیقی نیستم و نوازنده هارمونیوم نیستم. به متوان خودم میخوایم که در خدمت شما دوستای عزیز باشم. دوستای عزیز، این آهنگ که آقای اکبر نیکزاد، شادروان اکبر نیکزاد ایره در ریتم کهروا آماده کردن و به شکل سیمی کلاسیک می باشه، چون که یکی از نوت از این که نی از دو نوت نیر استفاده کردن و چون که ما در کلاسیک اجازه نداریم از راگ برایم، چون ای از راگ برآمده و نیر ام شد و ام کاملش استفاده کرده. از او خاطر این آهنگ مربوط آهنگ کلاسیک نیست، بلکه به نظر من سیمی کلاسیک می باشه. ما قسمی که ما خوانده میشه ریتمش کم تفاوت داره، یعنی یم که روا است اما یک شکل دیگه است. یعنی ما یک کم بسیار کم دی تغییر دادیم، یعنی امو شکلی را که ما خواستم بخوانم یک کم تغییر داره از شادروان اکبر نیکزاد و خدا کنه که قناعت شما حاصل شده باشه. دوستای عزیز، بریم و شروع میکنیم با آهنگ. خب دوستای عزیز، ما ایره از امی سی میخوانیم. ما یک دفعه اسکیلا یا راگ اینجا تشریح نشان میتونم نوتایشم. سا گا ما دا شروع میشه. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ میفروشند. دل من به شیشه سوزد، اما ما خودم اضافه کردیم.
همه جا دکان رنگ است، امرم می فروشد، دل من به شیشه سوزد، اما سر می فروشد، دل من به شیشه سوزد. باز انتریش از این کورد است، از اف ماینر کورد. دل کس به کس نسوزد، به محیط ما بده. اینجا دوستای عزیز دیدین که ما اردو نیر استفاده کردیم. حالا برای یک انگشت میریم، شما ببینین. دل کس به کس نسوزد، به محیط ما بده. امرو یک انگشت. اثر اینجا دوستای عزیز یک تان است که شادروان اکبر نیکزاد اینجا میخوانند. دکان رنگ است، امرم می فروشد، دل من به شیشه سوزد، اما سر می فروشد. و نغمه‌ای که من نواختیم دوستای عزیز عین نغمه نیست که در آهنگ شادروان اکبر نیکزاد نواخته شده. شما میتونین که او را خودتون بشنوین و بنوازین. ما قسم دیگه نغمه ازی را تهیه کردیم خدمتتان. قسمی است که خب قسم امرا یک انگشت.
همراه ریتم گدی تبله سلو 02 ایره تمرین میکنیم. دوستای عزیزم همونطور که شما میفهمین گده هم همچنان یک نوعی از ریتم که هرو است اصلا که 4/4 تایم سیگنیچر است. ما میریم ایره دو تمرین میکنیم و تمپوش هم 30 میمانیم. دوستای عزیز این بود ویدیوی امروز ما. امیدوار هستم که یک ویدیوی آموزنده بوده باشه و از شما بسیار تشکر میکنم که تا آخر ویدیو ما را سپورت کردین و همراه ما بودین. لطفاً اگر ویدیو خوشتان آمده لایک و سابسکرایب و کامنت فراموش نکنین. تا ویدیوی بعدی شما نازنینان همه را به خدا میسپارم. پترود.